خواهید دید که رضا پهلوی وقتی برگرده ایران، بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، به شرافتم سوگند، رضا پهلوی باید شبونه یواشکی وارد تهران بشه. به خدا قسم بالاترین استقبال تاریخ ازش خواهد بود. هیچ فرودگاهی رو نمیتونه پیدا کنه که بشینه هواپیمای زمین، باید بشینه رو ملت ایران اون هواپیما. خواهید دید انگلستان اینو میدونه. برای همینه که اتحادیه اروپا افتاده پشت جواد ظریف. برای همینه که میگن به هر قیمتی شده، 1 ماه هم شده، ما بتونیم جمهوری اشغالگر اسلامی رو نگه داریم، شاید رأی ترامپ رو بزنیم. این حرفای جان بولتون رو نمیدونم فلان سناتور، این چیزا گوش نکنید. کار تمامه. مشروط خواهان خودتون رو باور کنید، جمهوری خواهان از شما اون باور رو گرفتن.